سلام علیکم مشاگل. استنی جان شما جوره خیلی سلامتی. برای قدری هر چیزی داره میخوره نداره نگاه میکنه. کجا ما این بریم؟ ما به شهر ما این بریم. همینطور ماستون برم به شهرها ماستون برم. چی گپای دیگه مشاگل؟ برای قدری خبر شدم گفتم با سرای خریدیم به شهر ما مشاگل 2 طبقه. نوش جان شما. خب دیگه میشه آدم تا قیامت آدم به ما حال میمونه. نه نمیمونه. ما که بسته سال به می زمینا زحمت میکشیم، عرق میریزونیم، رنج میبریم. اصلا همین یک نون ما دونون نشد ما مشاگل. من ایرانم که چیکار کنم؟ بازم شما سعی میکنی که هنی چند وقتی نشد وقت ما به خود 2 طبقه استوندیم. میشه دیگه خدا که بده تو نمیده که تو کینی. درست. کار خداه. بیشک ما مشاگل بیشک. این تو باز یک تکه تو کرده این باز امروز لباسا کار رو برخونه کردیم ما مشاگل قوتیگه که سپن چرخ میدیم به تعیونیه به دست شما. میگو تو میفهمی که چی میگی؟ ها؟ چرا ما گپ زدنم تو هیچ سنی نداری. یک چیزی مگر به مردم بپرونی. ما مشاگل آدم کسب کار آدم بعد آدم میایه مال همین کشتمندی داره مردم اگه به من بگن نورالله کشتمند بعد نمیایه که نمیایه دیگه کسب آدم چی فرق میکنه؟ خب من بعد من نمیایه کسب ما. ولی دیگه تو از کفی خود زیادتر گپ میزنی. خب بابا شاگل عباس شما با تا سراکی برابر راه رفت مال عادت کردین کمی برتر است تا چیم یک دم یک سکیل موتر چیزی میایه سکیل چیزی شما به جلوی خوبر نداره. خب من پیاده عادت دارم. خوبه پیاده. خیر مزاحم شما نمیشم اگه چاشت خودی ما میریم. زنده باشی. بریم خداحافظ شما. خوش آمدی. خداحافظ شما. دوباره ببین گپ زدن خود بفهمید به مردم نقدر تو من نگی. باش. بفهمیدی. خوبه. این دفعه به تو لیاز کردم. باشه خوبه. خداحافظ. این متل از مردم قدیم بومونده میگه اگه گدایی ننگی داره برکتی هم داره. ما تاشون به می زمینا جگر مکنده یک نون مدون نمیشه. این اعمال تو سه که وقت به خود 2 طبقه تیار کرده اگر رنج خونه و ببرده کاربار خود جور کرده. مگر من برم پیش این مشاگل یک چند وقت شاگردی کنم که یاد گیرم بخواد که اگه 2 طبقه نشم 1 طبقه که بگیرم بفته که غنیمته. تا شما هرچی عرق بریزم بی فایده. سر کوی بلند سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا دردم دوا کو مناجات مرار پیش خدا کو ای وای گل من زیبا گل من. اشتنی لالا رمجون بخون انگاره به تا شهر دم دکنه میخونی سپنجا هم به دستتون ای سوال میکنی خود مردم دستی بوز قرار کجا بودی کسی؟ که مثلا دم دکنه سوال میکنم همین که مثلا پیر بچه ها میریم مثلا به کار میریم یا طور نمیبرم که پیر تو گیلگ میره ها؟ طور به شهر نمیبرم به گدهی طور به شهر نمیبرم خلبه ننگ تو شکر یا به رک تو خورد دستی تبریک باشه سرا 2 طبقه میگن خریدین خویشن لالا رمزون ارزانه احتماسانه کار شما بکن سر شما به کار خود شما باشه به کار مردم دخالت نکنید. میگه به کاری که کار نداری چی که داری حالا کمکتی شما اصلی از اونجا یا از اینجا از سرکار یا از سرا یا از خونی خوب قسیم بیا بده که به ما تبرقه بگیم را خوب گیریم بریم برار ما اصلا ما را خراب نکن. رستی رخت لباسا پیش دلدی رخت لباس برابر شده مثلا مثل ما مردم شده هنوم چبلی ها پلاستیکی به پا من هست تو اینا را رمزون از اون قدیم و قدیم گفتم به خدا دادگان ستیزه مکن که به خدا دادگان خدا داده است. حالا که وقتی ما خدای پاک در خیری برو ما وا کرده برو جمعی علی اسلام وا کنه اکار گده ای بریم بریم ما بخدارم 4 تا گوش خوبه چرا بگم یک چیزی ما به تو بگم شما که صاحب هر چیزی بشودین خود گده ای یلدین دیگه شما که حال گدا نیم بریم برارم اعصاب ما 2 طبقه به شهر داریم لا یحب ولا قوت الا بالله کله تو حل از آدم شده دیگه چی مایم دیگه
بریم لالا بریم. روزی که شما به می دی بیامدین کلوخی نداشتین که کلاقی بشینه. حال 2 تا وقسرای به شهر داره مپول گدایی. حال با اینجا بیامدی تو گپ مف میزنی تا با حال به سرا شما مردم 1 پیاله برنج 1 پیاله گندم 1 پیاله ماش خیرات ده میکنه تو این تو هوا ور نداره. چی بگی به میت زبون نافمای قولی بزنی به تا دهنجی بابا بلای در میبینی. اگه نزنی هم چوب کنی که تو به خدا مرک طاقت نمیاره. بابا با تو چی؟ تو سر پیاز یا کنه پیاز؟ تو به این کارا کی آورده؟ تو به خدا یا توبه. خوندن و یاد نبرمه چون چی میخوندو از بس گپ و مفسر. اینه بابا من به سرکار نرفتن چری؟ بابا به سرکار نرفتین گیلا که بابا نره بابا گیلا که کدی گیلک برا گیلا وقت رای کردم برا بابا برا یعنی به گیلا که اینو رو هرچی بابا کار نمیکنه همه به شکم خوش ادعا میکنه شون که میاره در من پری به کیسایی نیه بابا میاره پول نمیاره بابا دیشب 300 روپیه بود. امروز شما سرکار نرفتین امروز تیارم نبودم این پام خیلی درد میکرد من نتونستم تو وقت بخزم برم دیگه. بابا سی کنی ایتا نمیشه. یعنی من صبح پیش بزارش میکردم امروز من نرفتم به هیچ جا به بری شما بریم بابا تا دمشون گردن من پنسیدی کار میکنیم بریم به جایی که میفهمیم که سیبی میچله. به این رقم نمیشه بابا یک روز بریم یک روز نریم. اگه نمیرفتیم ما و شما به این بری خود نمیزدیم به می پول گدهی همی سرا و سرم نمیشد. انالی میبینیم که به می پول ما خدا روزگار من راسته که قراری کرده سای بارگاه خوش میشیم میرفتیم بابا. یکم بابا مردم حالت به خدا نمیدن چیزی. نه بابا به شما میدن شما آدم پیرمردیم پای افتادیم میدن گلک هم که هست سادیه. من که برون گردن با مکتکه ازم 2 دست خوب کسی خوب میکنه 20 دهی هم بگم بدیم به نام خدا میدن 20 دهی 50 هرچی بگیری نباشه میدن. اما خوبه بابا حالا بابا شما باید این مقاضا کلون میرم دست خود میبرم میاره یا 2 روپیه میده یا 5 روپیه. خیلی غمی ندارم من برون گردنم من بابا همیشه که نمیرم با من بابا 10 میدم 20 میدم 50 میدم به دکونا خود انرژی ککسی بگی ماما جو میگم گردنم با نشب گوشنه یو میده ککسی میده انرژی میده دلی میسوزه بابا. خیلی بعد چوش بابا بریم که من میدم که نون کنم بابا گوشنه بابا که روز تاسم میگردم نه یا 300 روپیه میشه یا 2,500 میشه. خیلی بابا خدا بده برکت. حالا کم بابا اعمال من پیش بوزا آمدم میرم به سرا پیاله چای لقمه نونی بخورم پس برم پیش بوزا سبابا بوزا قراری کرده به در نمیکنم میرم قرار کرده به سرکار میرم تا شما پنسدی ایتا به سر شاخی پیدا میکنم. خب برو بابا هر کار که میکنی برو. خوبه شما پیشین بریم خوبه پیشین اگه تیار بودم میرم اگه نه که این پام همیتا درد میکرد تو بابا این رختا خورم به در کنیم پس امون رختا کار خورم من رخت دارم بابا. بریم دل دارم که در عالم ندیده مثال تو بنی آدم ندیدم اگه باشه گیلک خان با مای نوم جور باشه گیلک خان جور باشی زنده باشی. کجایی بچیم؟ نه دیگه شما که کاروبار شما جور شد حالا با گپ زدن هم یاد شما را تا بچیم داریم بچیم هم یک واسکاتی که بپوشی اون سر بروی رختا سفید. گیلک من امیر از تو پرسان کنم شما حال صاحب سرای بشدیم صاحب گوسپند و دگه بشدیم کاروبار شما جور شد همین رخت خور که عوض کنیم دیگه مردم میفهمه حال دیگه شما خیرات نمیده. بچیم گوش که ما با تو چی میگم بچیم گوش که بچیم ما زحمت کشیدیم پیار ما اگه سپنگی چرخ داد
من جوان سر شیشه ها موتورار پاک کردم فهمیدی که جیر اگه برای خود نانم نظافتگری که مدر مرخشویی که نون پخته که به سر هم کردیم ساختمانش و جوان سر بم داخل شهر دمی که گوش که بچیم دمی که بچیم بالشتا و بکسا و غلکار اینا رو که بکندیم 21 لک شد بچیم که اینا رو ببردیم سرای تیار کردیم بچیم اما 8 تا ازیری به کرایه خبر دارم بچیم از این سرایی که شما خریدیم ما هم خبر شدم. تو دیگه به ما بچیم نگو که به قیافه تو نمیخوره. دوست دیگه بچیم حالا من نمیفهمم. تو گفتم بچیم دیگه نگو به قیافه گلک میخوره که به تو بگه بچیم. بگو شما روزی که به طعم دیوی آمدین خلوخی نداشتیم که کلاغی بشینه هر روزی که صاحب سرا و گوسپند و زندگی شدیم حالا به مردم بچیم میگه تو هم برو ما کار کسب به پیار خوب تا بازار سرمایه بی مز همین کار بی سرمایه کار بی جاب کو سختی کو برادران خیر خیاطی بدی مغریبم مبینایم بدی نوایی یعنی کار که اثر شما پیر بچه ها میفته که یعنی رادمی گدایی ریاله کنیم تو بچیم رابطه نداره بچیم حال دن خود افعال بشیر بچیم بیا خودم قبضی او گلک که زمان قدیم لمش نیست و میگه اشتغال بچیم نیومه امال هم میبینم همیتا پاکی خونه با تاریک بود همیتا پاکی که پیران تو اونا من یا برقا رفته به خونه با تاریکی تمون پیار منه میفهم بچیم بچیم همیتا معلوم میشه از 20 سال که تی نشه به تو بگفتم بچیم که دیگه به ما بچیم نگی میفهمی یا بدی بابا کجی؟ چلی داره بسته کردی ما سمورم به سرا بابا چیز به سرا نرو که من تو کار دارم برو به شهر خب برو همون کرای سرا 8000 روپیه از اون مرتکه بستو یا تو برو یا گیله برو کرای سرا رو بستونم ها گیلک بابا نمیکنم برای اکلایه امر دفعه خبر قول اکل آورد یا پولار سردبون نورد یا بخورد یا گم کرد یا بالاخره به یک رقمی پولار چکبات کرد من مگر خود نبرم بابا بری خوبه که بابا همی تا 420 نیه همی که به می سرا شهر ما میچینه گردنم بند نیه شیطون شیربرین میدم اگر ما خود ما برم که عدل خودی و گب دنم پول کارم بستونم بیارم سیکو اگه گو امروز نمازدگر میدون یا سبا میدون بگو امروز پیار ما گفته باید بدی پول که ما با کار داریم خوبه بابا یک چیز دیگه هم هست بابا بگو همون دودونگ زمین بستونیم نستونیم اشته کنیم میفروشه بابا ها میفروشه من خبر دارم چندی بابا خدا من چون به خدا یک نفر بیامد که همون همسایه شما همون زمین میفروشه اگه شما خریدارین که حرکت کنی زمین و ملک و سرا و بابا اینا نقص نداره گردن بند نیه روز به یک روز برسه سر خو بالا میکنه بخریم همون پتویدیم باشه چی نقص داره هیچی از این که پول بخونه پرتو باشه از اون استفاده هم نشه همون زمین بیتره زمین زلال نداره زمین خوب چیزیه نه کرایه مایه نه دیگه نه به خوف خطری که همین پول میایم و خونه میبرم انا سعی میکنی دل جمع همونجا پرتوه خوب بابا جو شما برای غم زمین بخوری من میرم غم کرای سرار یک چیز دیگه بابا همین مردم حق همسایه همین قوم قیش بعد اینو جلوی ما میگیرن جلوی گلک میبینن به ما به تنه میگن گدا گجولا شما پول گدایی صاحب آراگاه شدین زمین خریدیم سرا خریدیم با چون چی کار کردیم فلان کردیم آنیگه پامو بابا تو به حرف مردم نکن به دهن مردم اگه نگاه کنیم اگر از سرا خود گیرو نشی چیش مینا بابا نمیشه تو روزی بود ما چی نداشتیم حالا که خدای پاک با ما بده دست ما وا شد انالی بخیلی حسودی میکنن با ما میگن گدا پول گدایی شما صاحب آراگاه خوب کاری کردیم زحمت کشیدیم دوزی نکردیم ما که دوزی نکردیم خوب کاری کردیم مردم تو سعی که تا روزی که نداریم میگم این بیکاره این کار نمیکنه حالا که لقمه نون خدا با ما بده تا زحمت کشیدیم یا که میگه تو پول گدایی چه کار کردی یا که میگه تو شما گداییم